چرا این خبر مهمترین خبریه که اتفاق افتاده و به نظرم مهمترین خبریه که در کل جنگ تا الان اتفاق افتاده. به نظر من حتی از مردن خامنه‌ای، از کشتن خامنه‌ای هم مهمتر. شاید بگین من قلوف میکنم، قلوف نمیکنم. چه اتفاق مهمیه که مهمتر از کشته شدن لاریجانی و خطیبه؟ چه اتفاقی افتاده؟ دیشب در چهارشنبه سوری پهپادهای اسرائیلی نیروهای سرکوبگر بسیج و یگان ویژه رو که در بعضی از محلات میخواستن به تجمعهای شاد و رقص مردم برای چهارشنبه سوری نزدیک بشن هدف قرار دادن. چرا این خبر مهمترین خبریه که اتفاق افتاده؟ در کل معادله جنگ جدید اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی یه سوال به قول خبرنگارا، یه سوال $1,000,000 وجود داشت که جوابی براش وجود نداشت. الان جوابش پیدا شد. سوال این بود: شما میایید خامنه‌ای رو میکشید، فرمانده‌های سپاه رو میکشید، مقامات هم میکشید، خیلی از نیروها رو ممکنه بکشید، بعد میخواید مردم قیام کنن، حکومت سرنگون کنن دیگه. همه این کارا برای این میشه که ساختار سرکوب تضعیف بشه و مردم بتونن راحت‌تر قیام کنن، بر نیروهای سرکوب غلبه کنن، نهادهای حکومتی رو بگیرن دیگه. تهش این که انقلاب پیروز میشه. یه سوال وجود داشت، سوال خیلی خیلی مهم. شما همه اینا رو زدید و تضعیف کردید. مردمی که دستشون خالیه، لحظه‌ای که قیام میشه، فراخوان میشه، میرن خیابون، موقع بقایای بسیج و یگان ویژه میاد با اسلحه دستشه، ولوی که بقایاش هم باشه، ولوی که تضعیف هم شده باشه، مردم چجوری میخوان بر اینا پیروز بشن؟ مردم دستشون خالیه، اون بقایای بسیج و یگان ویژه اسلحه دستشون، چجوری میخوان پیروز بشن؟ این سوال اصلی بود که جوابی براش وجود نداشت. چه اتفاقی افتاده که الان قطعی شده؟ دیشب اسرائیل این کارو کرد. دیشب اسرائیل با پهپاد و ریزپرنده نیروهای سرکوب رو که در حال رفتن به سمت حمله به جشن چهارشنبه سوری مردم بودن هدف قرار داد. من معتقدم شاه کلید برای قفل سرنگونی جمهوری اسلامی پیدا شد. من بر اساس تحلیل میگفتم در هفته گذشته که اسرائیل میاد یگانهای موتوری رو میزنه، در نقش نیرو هوایی مردم ایران ظاهر میشه. امروز مقام اسرائیلی گفته ما این کار دیشب کردیم. از این به بعد دیگه اگر گردانهای موتوری یگان ویژه و گردانهای موتوری امام علی سپاه بخوان به مردم حمله کنن، پهپاد و ریزپرنده اسرائیلی اونا رو میزنه. این اون اتفاقیه که ورق رو برمیگرده.